3 تا از بهترین انیمه ها برای شروع. انیمه اول وان پانچ من. این انیمه یه سبک اکشن داره و روند انیمه خیلی سریع و سرگرم کننده است. این انیمه در مورد یک دنیای با قهرمان ها، هیوله ها و فضایی هاست که در مورد یک مردیه که کارمندی به اسم سایتاماست و از شرکتش اخراج میشه و به دلایلی دوست داره برای سرگرمی یک قهرمان بشه که به مدت 3 سال تمرین‌های سختی رو میگذرونه، ولی یک روز متوجه میشه که زیاده قوی شده و قوی ترین هیوله ها رو فقط با یک مشت شکست میده. انیمه دوم موشکو تنسئی. این انیمه سبک جادویی و ماجراجویی داره و برای درک ژانر انیمه های ایسکای شروع خوبی میتونه باشه. این انیمه در مورد یک مرد افسرده و شکست خورده است که در دنیا توسط کامیون کشته میشه و در دنیای دیگه به عنوان یک نوزاد متولد میشه که به رودئوس اسم گذاری میشه. رودئوس فکر میکنه در دنیایی که تکنولوژی اختراع نشده به دنیا اومده و در این دنیا شمشیر بازی تنها قسمت سرگرم کنندشه، ولی یک روز وقتی که زخمی میشه مادرش اونو با جادو احیا میکنه، متوجه میشه که در دنیای شمشیر و جادو تناسخ پیدا کرده که شروع به تمرین جادو میکنه و به جادوگر بزرگی تبدیل میشه. انیمه سوم بانی گرل سنپای. این انیمه ژانری عاشقانه و با زندگی مدرسه‌ای سر و کار داره که اگر از ژانر عاشقانه خوشتون میاد این انیمه بهترین شروعه، یا اگر خوشتون نمیاد بعد از این انیمه عاشقش میشید. این انیمه در مورد دختریه که با سندروم بلوغ دست و پنجه گرم میکنه. این سندروم به طوریه که هیچ کسی به جز ساکوتا نمیتونه اونو ببینه و ساکوراجیما در حال محو شدن از خاطرات دیگرانه که ساکوتا بهش کمک میکنه تا این مشکل رو حل کنه. شما چه انیمه‌های دیگه ای رو پیشنهاد میدید؟ تو کامنت با هم دیگه به اشتراک بذارید.